سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. به اولین ویدیوی لانگ یوتیوب من خیلی زیاد خوش اومدید. خب بچه‌ها، این ویدیو یه ویدیوی روزمره است. البته از شبش دارم شروع میکنم. خب من فردا زبان کرده دارم و ممکنه برم بعدش خونه پدر بزرگم و توی زبان کرده قرار تولید محتوا انجام بشه برای پیجشون و قرار با کلاس ماین کار انجام بشه. بعد گفتم یه ولاگ بامزه میتونم از توش در بیارم و امیدوارم که شما هم لذت ببرید. خب بچه‌ها، من تا الان خیلی ویدیوها گرفتم، هم برای یوتیوب هم برای تیک تاک، ولی خب خیلی کمالگرام و اینطوریام که حواست باشه این توپقو نزنی، حواست باشه اینو نگی، حواست باشه اونجا رو نشون ندی و فلان. ولی به خودم قول دادم که این ویدیو هر چقدر توش توپق بزنم، هر چقدر توش ایرادای خونه‌مون رو نشون بدم، ولی باید پستش کنم. ولی خب من خیلی یوتیوب رو دوست دارم و مخصوصا فعالیت کردن توش رو خیلی دوست دارم، خیلی زیاد. ولی من فکر می‌کنم تازه شروع کرده بودم، یه ویدیو گذاشته بودم، جنگ دم روزه شد و کلا نت قطع شد تا یه مدتی. بعد اون ویدیو رو دوباره پاک کردم که نت وصل شد، بعد فعالیت نکردم، دوباره می‌خواستم فعالیت کنم ماجرای دیماه و بعدش هم که جنگ آخریه و الان دیگه واقعا می‌خوام شروع کنم به هر قیمتی که شده. پس خوشحال میشم که همراهم باشید. خب بچه‌ها، من الان می‌خوام آماده شم و چون که می‌خوام آماده شم برم حموم و چون که فردا می‌خوام کل موهامو خیلی تمیز و خوب اتومبیل بکشم، وقتی از حموم اومدم بیرون یه براشینگ تمیزم باید انجام بدم. ساعت 4 صبح. بچه‌ها ساعت 3:30. من ساعت 5 کلاس دارم و کلی کار دارم، باید موهامو صاف کنم و بعد آماده شم. خودش کلی زمان میبره و یه 10 دقیقه قبل از ساعت 5 باید اونجا باشم. یعنی میخوام یه سری سالاد خوشمزه درست کنم با غذا بخورم که دیگه شروع کنم به درست کردن موها. سالادی هم که دارم درست میکنم خیلی راحت و خوشمزه است، یعنی خیلی. بچه این سالاد یعنی واقعا مورد علاقه خودمه. خیار رو با پوست این شکلی خیلی ریز خرد میکنید و پیاز بنفش هم نیاز دارید. حالا اگر زیاد پیاز دوست ندارید همین یه دونه نصفه کافیه، ولی من چون مشکلی با پیاز ندارم و دوستش دارم دوتاشو میزنم. بعدش هم واسه سس باید سس مایونز بزنید به همراه نمک و فلفل و ماست. ولی ماست ما چون که محلیه نمیزنم، فکر میکنم که خیلی بدمزه بشه، شاید نمیدونم، نمیزنم، اونو ریسک نمیکنم. یه سس عادی کم کالری میزنم و فلفل و نمک هم میزنم. همین، به همین سادگی و خوشمزگی. بچه اینم از سالاد خوشگل و خوشمزه. فلفل سیاه هم نداشتم، قرمز ریختم، هیچ اشکالی نداره. اینم از غذام که خورشت بامیه است. یه خورده چیز داشتیم، پیاز داغ داشتیم، اونم ریختم، فکر میکنم بد نشه. من ناهارم خوردم، الان برم مسواکم هم بزنم که دیگه شروع کنم موهامو درست کنم. خب بچه ها، هم که اتو زدم و خیلی هم خوب شد، میرم سراغ روتین پوستیم که بعدش روش میکاپ کنم. من روتین پوستیم کلا 3 چیزه: تونر، مرطوب کننده و ضد آفتاب که همشون هم یه برند عادی ایرانی هست. تونر بچه ها اگر میبینید که از تمام مراحل میکاپ هم ویدیو براتون نمیگیرم، به خاطر اینه که
دارم با همین گوشی که ویدیو میگیرم آهنگم گوش میدم و وقتی آهنگ پلی میشه ویدیو قطع میشه و دارم ویگن گوش میدم. و بچه‌ها من واقعا این روزا علاقه خاصی به خواننده‌های قدیمی دارم. هر خواننده قدیمی هم نه، ویگن، داریوش. چشم من بیا منو یاری بکن، گونه هم خشکیده شد کاری بکن. هیچ وقت نمیاد تا قیامت دل من گریه میخواد، قصه گذشته های خوب من خیلی زود مثل یه خواب تموم شد. بچه من اینو پوشیدم با یه دامن، حالا برامتون نشون میدم. میخوام عطر جدیدم هم آنباکس کنم، حوصله ندارم، عجله دارم، پس سریع آنباکس میکنم. چه خوشگله. سریع بزنیم و بریم. خونه من اونجاست که بوی تو باشه، پنجره ها شلوار به روی تو باشه، میبافم رویایی که موی تو باشه. من خونش رو میدونم کجا. من خونش رو میدونم کجا. میکروفون رو میخوام. میخوایی برم دنبالش؟ بس شمارش رو پیدا کنیم. هم کپی رایت میخوریم. خب زبان کردم و رفتم اونجا هم تولید محتوا انجام دادم، ولی مال من اصلا خوب نشد. خیلی استرس داشتم واسش، نمیدونم چرا. اول که مسابقه من رفتم بیرون اونقدر آرایشم و موهام و همه چی به هم ریخت و شلخته شدم، چون خیلی باد میومد، خیلی باد گرم میخورد تو صورتم. دیگه الان کامل شستم، فقط میخوام یه خورده روتین پوستیمو با اینو که میزنم خیلی خوب میشه. فقط روتین پوستیمو انجام میدم و موهام که خودش صافه یا میبندم هم توی باز میذارم یه من سریع آماده بشم. لباسم هم همونه احتمالا. من دیدین خوش جوری رفتم بیرون، انقدر همه چیم به هم ریخت و شلخته شدم رفت دهنم. دیگه اومدم چون خیلی باد و گرم بود، بعد همه موهام و اینا خیلی به هم ریخت. دیگه اومدم سریع صورتمو شستم، یه دونه روتین پوستی میرم و دیگه آرایشم نمیکنم. اندازه کافی امروز خوشگل شدم. آماده شدم دیگه. تجهیزم که به صورتم زدم و رژگونه بود و ریب گرفت. تیشرت شلوار پوشیدم، بودم متوجه تیشرت. من خالم بافتکاره و واسم اینجا بافت انجام داد و خیلی خوشگل شد. کارهای آخر بافت اینا این شکلی نیست، باید بشورم. تو هم بیا پشتش تو فهم. تو هم با من تا ساعت 3 نگاه تو با سر میگذرش، خواب گلو با وحشی گرش من